سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من فاتیم و اینجام تا با هم طراحی رو از صفر یاد بگیریم. اگه به هنر طراحی علاقه‌مندین، کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بیشتری از من ببینین و اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم لایک کنین و کامنت بذارین. خب بریم سراغ درس امروزمون. موضوعی که برای طراحی امروز انتخاب کردم طراحی چشم نیمرخه. شما یاد میگیرین که اصولی و با خطوط خیلی ساده یه طراحی چشم نیمرخ زیبا بکشیم. اینجا با یه دونه مداد هاشبی کار میکنیم و من یه قلموی زبون گربه‌ای برای محو کردن انتخاب کردم، یه دونه پاکن مدادی و یه دونه اتود. حالا اگه قلمو یا پاکن مداد در دسترستون نبود یا اصلا یه مداد خیلی معمولی داشتین، اصلا نگران نباشید. با هر چیزی که در اختیارتونه و در دسترستونه میتونین یه طراحی خیلی خوب بکشین. خب برای شروع طراحیمون یه دایره میکشم و با یه خط عمودی در مرکز دایره از وسط نصفش میکنم و دوباره یه خط افقی دیگه باز هم در مرکز دایره. حالا وسط این برشمون یه خط میکشم و قسمت بالای برش رو دوباره باز هم یه خط دیگه میکشم. برای برش بالاییمون هم دقیقا همین کار رو انجام میدیم. نصفش میکنیم و قسمت پایینش رو باز هم نصف میکنیم. الان ما یه مثلث داریم که اون رو به عنوان چشم نیمرخمون در نظر میگیریم. حالا با خطوط پررنگ‌تر مرزاشو مشخص میکنیم. لبه پلک بالا رو هم میکشم و میرم سراغ لبه پلک پایین. قسمت عنبیه رو هم کامل میکنم. دقت کنین که عنبیه توی یه چشم نیمرخ هیچ وقت یه دایره کامل نیست و اگه دقت بکنین توی چشمای نیمرخ و حتی سرخ یه مقدار حالت بیضی میگیره و مردمک چشممون رو هم دقیقا همینجوری میکشیم. یعنی ما نمیایم برای مردمک چشم نیمرخ یه دایره کامل بکشیم، مردمکش رو به صورت بیضی میکشیم. پلک پایین رو هم براش میکشم و میرم سراغ پلک بالا. حالا میریم سراغ کشیدن مژه. زمانی که میخواین مژه‌هاتون رو بکشین سعی کنین دستتون رو رها کنین، یعنی اون نوک مژه ها نازک در بیاد. اینجوری خیلی طبیعی تر و خوشگل تر جلوه میکنه. جهت مژه ها به سمت چپ و متمایل به بالا هستن، یعنی ما دستمون رو یه جوری میگیم که مژه متمایل به بالا باشه. مژه های پلک پایین هم به سمت چپ و متمایل به سمت پایین میکشیم. با خطوط کمرنگ جایی که قرار ابرو کشیده بشه رو مشخص میکنم. خطوط عنبیه رو پررنگ‌تر میکنم و شروع میکنم به سایه زدن عنبیه. اما قبل از اینکه تمام صفحه رو سایه بزنم حواسم هست که اون جاهایی که نور خورده به عنبیه رو روشن نگه دارم، یا اگه نهایتاً حواسم نبود یا بر دلیلی اون قسمت هم سایه خورد
با پاپکورن قسمت‌هایی که نور خورده رو دوباره روشن کنم، چون که رعایت همین تونالیته و سایه روشنی که به طراحی ما جون میده. تارهای ابرومون رو هم شبیه به تارهای مژمون انتهاش رو رها می‌کنیم تا طبیعی تر بشه. جهت ابروی آدم‌ها با هم متفاوته. وقتی که جلوی آینه به خودمون نگاه می‌کنیم، اگه با دقت به تارهای ابروی خودمون نگاه کنیم، موقع طراحی خیلی راحت‌تر ابروها رو ترسیم می‌کنیم. نه تنها برای ابرو، بلکه برای بقیه اعضای صورتمون. وقتی که زیادی بهش دقت کنیم، حالا چه خودمون باشه، چه اطرافیانمون باشه، چه مدل و عکس‌های زیادی بریم دانلود کنیم و ببینیم، این خیلی کمک کننده است و باعث میشه که ما شناخت خیلی بیشتری نسبت به اون عضو صورت پیدا کنیم، حالا چه بینی باشه، چه لب باشه، چه خود چشم باشه، هر چیزی. حالا با مداد یا اتودی که در دسترسمونه آروم پلکمون رو سایه میزنیم و برای سایه زدن حالا فرق نداره از کجا شروع کنین، از هر جایی که دوست داشتین و عشقتون کشید شروع کنین. من خودم بعضی موقع از عنبیه شروع میکنم، بعضی موقع هم از پلک، فرقی نداره. فقط حواستون باشه جایی که باید نور بخوره و یا روشن‌تر بمونه رو خیلی تیره نکنین.
با قلمو قسمتایی که سایه زدم رو فید میکنم و این باعث میشه که یه سایه خیلی لطیف بهم بده. حالا بالای پلک جاهایی که تیره هستن رو آروم شروع میکنم به سایه زدن. تارهای ابرو که به خاطر فید شدن کم رنگ شدن رو دوباره از روشون میکشیم و طراحیمون رو زنده تر میکنیم، چون که قبلا هم گفتم همین تیرگی ها و روشنی هاست که طراحیمون رو زنده نشون میده. قسمت هایی که باید روشن‌تر باشن رو هم با پاکن روشن میکنیم.
خب طراحی ما کامل شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. لطفاً اگر از این ویدیو راضی بودین حتما توی کامنت ها بگین و اگه انتقادی دارین بازم بگین تا من دفعه بعد با ویدیو خیلی بهتری برگردم. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.